دو دستگی در دین حرام است. به شما اهل علم میگویم مسائل اختلافی را اگر مطرح بکنید، چه مسائل اختلافی؟ ببین در اصول عرض کردم هیچ اختلافی وجود نداره. اگر کسی بحث توحید و شرک را بیاره، خب این اختلافی نیست، این مسئله مسلمی هست. هر کسی که اختلاف میکنه او خلاف است. یا شما بر علیه شراب صحبت میکنی، بر علیه شرک صحبت میکنی، بر علیه خرافات صحبت میکنی، این اختلاف نیست. اون چی که بنده عرض میکنم این برداشت مفسرین از روح این آیات و اون چیزی که الله عزوجل برای من و شما بندگان دوست دارد این هست. به این اخلاق متخلق بشید. مسائل فرعی که بین علما این مسائل اختلافی هستند، همه برای خودشون دلایل دارند. یکی از یک آیه دلیل میگیره، یکی از یک حدیث دلیل میگیره. مثل مسائل فرعی بین مذاهب هستند، فقها هستند. یکی میگه آمین بلند بگو، یکی میگه آهسته بگو، یکی میگه رفع یدین کو، یکی میگه نه، یکی میگه پشت سر امام قرائت بخوان، یکی میگه نخوان. هر یکی دلایل داره. اینا مسائل جزئی هستند و این اختلافات هم در حد اولا و غیر اولا هست، بهتر و غیر بهتر است. حالا این مسائل را کسی موضوع دعوت خودش قرار بده و این مسائل را بخواد به پیش ببره و بر علیه گروه دیگر بتازه، این مصداق اختلاف است که خدا فرموده ولا تتفرقوا فی. شما این مسائل را بگیرید و هی شما تبلیغ بکنید و بقیه گروه که اونها هم از مسلمانان هستند، اونها هم برای خودشون دلایلی دارند، اونها را مورد حجمه قرار دادن، این مصداق اصلی اختلاف است. در اصول که اختلافی وجود نداره، اما در بقیه شریعت ولا تتفرقوا فی، چون که شما دشمنتون یک گروه هست. اون چیه؟ اهل شرک و اهل کفر است، کسانی که ایمان ندارند. لذا الله می فرماید کبر علی المشرکین ما تدعوهم الیه. سنگین است بر مشرکان آنچه که شما میخوانید به سوی آن. شما به سوی چی میخوانید؟ به سوی توحید. اگر شما به سوی مسائل اختلافی با خودتون درگیر بشید، این سنگین نیست برای مشرک، خوشحال کننده است برای مشرک. اونها هم سعی میکنند بعضی مسائل که مسائل جزئی هستند که حتی بسیاری از علما که زیاد مطالعه ندارن هم درباره اون مسائل خبر ندارن، ولی از جاهای میبینیم که هی میایند اون مسائل را چی میکنن؟ برجسته میکنن تا هی علما را به جان هم بیاندازن. این کمال ناانصافی هست که کسی موضوع فعالیت و موضوع دعوت خودش این مسائل را قرار بده و شب و روز دعوت بده به مباحثه، مناظره، تحدی. بیایید درباره فلان موضوع فرعی من با شما بحث میکنم. این دعوتگر است یا این اختلاف کننده و پریشان کننده امت است؟